امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اینچنین از جریان کارهای انجام یافته مجتمع محتشم ورزشی واقع در کوچه کرمفی نویه سینوی پایتخت بازدید به عمل آوردند. قابل به ذکر است که کارهای ساختمانی در مجمع ورزشی هنوز سال 2012 آغاز گردیده رفت آن تحت توجه به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. اطلاع داده شد که مجمع ورزشی از قصر تنیس برای 3000 جای نشست و قصر نمادهای ورزشی آبی برای 2000 جای نشست با توقفگاه زیرزمینی عبارت بوده. همچنین در شفاعت آن 8 میدانچه تنیسی کشاد که هر کدام دارای 1000 جای نشست میباشد ساخته شده است. قصر نمادهای ورزشی آبی در مساحت 21526 متر مربع بنیاد گردیده. آن از 3 آشونه عبارت است. در قبت یکم 4 حوض شناوری از جمله حوض با پلتفرم جهش به آب، حوض شناوری، حوض برای مشق‌های اکوا ایروبیکا و حوض کودکانه عبارت بوده. همه آنها موافق به استانداردهای جهانی بنیاد گردیده است. در آشونه‌های دوم و سوم انشاءات قهوه‌خانه، تالار مشقی، اتاق برای استراحت ورزشکاران، اتاق‌های مأموریت، جای برای مهمانان رسمی و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت است. اسناد شناسایی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با کارهای تا امروز سامان یافته در مجمع ورزشی باهای بلند داده به ساختمانچیان جهت با صفت بلند و در مهلت معین به اتمام رسانیدن کارهای باقی مانده دستور دادند. بینای قصر نمادهای ورزشی آبی برای معتدل نگاه داشتن آب و هوا هم در تمام فصل سال نمودی نظام گرمی دهی، نظام هوا تازه کنی، نظام سرد کنی و همچون برای تازه نگاه داشتن آب در حوض ها نظام آب تیار کنی در هماهنگی با گرم کننده یعنی که دکخانه ها عمل می نماید. در شفاعت قصر نمادهای ورزشی آبی همچنین جهت به سالمگردانی و شناوری فرا گرفتن جوانان و نورسان حوض شناوری بالاکشاده ساخته شده است که برای برگزاری مسابقه های شناوری در فصل تابستان قلای است. انشاءات مذکور در مساحت عمومی 7737 متر مربع بنیاد گردیده دارای 288 جای نشست می باشد و برای برگزاری 4 نماد ورزش آبی پیش بینی گردیده است. رئیس شهر توجه مسئولین دخلدار را به وسعت کارهای آبادانی و تازه و آزاده نگاه داشتن میدانهای حدود مجمع اینچنین سبزکاری و نهالشنانی جلب نمود. در سمت کبادیزورکنی انشاءات در اینجا زیاده از 13500 متر مربع میسازور کرده شده است. زیاده از 10000 درختان گوناگون سایه‌افکن آرایشی شنانده شده است. نسبت راه راهروها باشد زیاده از 15000 متر مربع با اسفالت و با راهروهای سفالک‌ها روی پوش کرده شده است. اینچنین سیستم آبپاشی انشاءات با پورگی به انجام رسیده است. ما ساختمانچیان نیت داریم که در این سال روان انشاءات را با پورگی با صفت بلند با استفاده مردم شریف تاجیکستان پیشنهاد نماییم. انشاءات مذکور نیز موافق به طلبات‌های زمان معاصر بنیاد یافته. از حجره‌های عوض لباس، حجره برای داوران و مربیان، 3 اتاق برای دختران، اتاق برای مهمانان رسمی، مأموریت، تالار اکروباتیکا، قهوه‌خانه و دیگر انشاءات ضروری عبارت است. بنا به اطلاع مسئولین در مجمع ورزشی قسمی زیادی کارها انجام یافته. قرار است آن طبق نقشه سال جاری مورد بهره برداری قرار داده می شود. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه نظام گنجوی ناحیه سینوی پایتخت با رفت کارهای ساختمانی در ورزشگاه برای 30000 جای نشست شناس شدند. ورزشگاه از کلانترین انشاءات بنیادشونده بخشیده به استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پایتخت به حساب می رود. مساحت جدا گردیده برای بنیاد این انشاءات عظیمی ورزشی 9.05 گکتار را در بر گرفته اندازه میدان فوتبال 105 به 68 متر را تشکیل می‌دهد. فرمایشگر انشاءات دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشد و برای اجرای کارهای ساختمانی 3 شرکت وطنی، جمعیت سهامی کشاده استس انشاءات، جمعیت سهامی پوشیده زواد اسفالت و بتون و جمعیت دارای مسئولیت محدود زمین ترانس جلب گردیدند. برای اجرای کارهای ساختمانی از جانب 3 شرکت زیاده از 30 تکنیکا سفربر کرده شده است و با جلب زیاده از 200 نفر ساختمانچی محلی کارهای ساختمانی را با مرام ادامه داده استادند. تا این وقت از جانب ساختمانچیان کارهای کندن پل ماشینگرد، کندن چاهبون، کوچانیدن قبورهای آب و کاریزی و فضلاب، بنیاد ته‌کرسی تسمه‌شکل در همه بلاک‌ها و اینچنین دیوارهای آهن و بتونی ته‌خانه‌ها پرره به انجام رسانیده شدند. عین زمان کار در آشیانه یکم انشاءات با مرام ادامه دارد.
رئیس شهر محترم رستم امامعلی ضمن بازدید از انشاءات توجه بیناکاران را به استفاده مصالح بلندصفت ساختمانی جلب نمودند. مورد به ذکر است که رفت اجرای کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور تحت نظارت به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. در اساس لایحه ورزشگاه نیم پوشیده بوده، آن از 4 منبر که در 2 سطح جای داده شده است عبارت می باشد. مطابق با استاندارد بین المللی در حدود ورزشگاه بنیاد انشاءات یاری رسان از قبیل لیفت، زیرسگاه برقی، پرتوگاه، حوض آتش خاموشکنی و توقفگاه برای 2000 اتومبیل را به اینابت گرفتند. در انشاءات خانه‌های لباس عوض‌کنی برای ورزشکاران، حمام، نقطه‌های طبی، تالار آب و تاب بدن، تنیسی روی میز، گوشه‌های شاهمات و ششکه‌بازی، قهوه‌خانه و غیره مطابق با طلبات معاصر تشکیل کرده می‌شود. برای در سطح ضروری به راه ماندن چهاربینی‌های جمهوریوی و بین المللی حجره‌های کاری با مهیا نمودن همه گونه شرایط، تالار نشست‌های مطبوعاتی و حجره‌های سانیتری تشکیل کرده خواهد شد. با رئیس شهر محترم رستم امامعلی اطلاع دادند که در ورزشگاه زمانوی نظام درآمد و برآمد تماشابینان، نگهداری بخطری ورزشگاه و ورزشکاران در وقت برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی و ورزشی با استفاده از شبکه‌های مهندسی کم شدت به راه مانده می‌شود. با این مقصد مسئولان شرکت معروف جمهوری قزاقستان اسکایمکس تکنولوژی را که اساساً تجهیزات معاصر جهانی تمغه فیلیپس نیدرلند را استفاده می‌برد جلب نمودند. تجهیزاتی که برای شبکه‌های کم شدت استفاده می‌شود با فدراسیون فوتبال تاجیکستان موافقه کرده شده است. رئیس شهر محترم رستم امامعلی ساختمانچیان را موظف ساختند که برای در مهلت‌های معین با صفت بلند انجام دادن ساختمان کار را در موسم گرما در 2 بست به راه مانده طبق نقشه طرحریزی شده انشاءات را سال 2021 پررو و با صفت بلند برای بهره برداری آماده نمایند.